میگوید کسانی که با دست خود در دنیا خودشان حرام میکنند، اینها روز قیامت دستاشان حامله دار میشود. مثل زنی که حامله دار میشود، دستهای اینا حامله دار میشوند و مردم میفهمند که اینها در دنیا جوانهای بودند که با دست خودشان حرام میکردند. اینا در میدان قیامت شرمنده میشوند. رسول اکرم میگوید کدام جوانی که یا معشر الشباب من استطاع منکم باءة فلیتزوج، کدام ای جوانی که کدام قدرت داره، پیغمبر گفتن شما زن گیرید، فانه احسن للبصر اغض للبصر و احسن للفجر، زیرا که ناموس شما را، این زنداری شما، چشم شما را، ناموس شما را محافظت میکند. و من لم یستطیع، پیغمبر کدام جوانی که اگر قوت زن گرفتن ندارد، فعلیه بالصوم فانه له وجاء. این بخاری روایت کرده است. پیغمبر گفتند که مادام جوانی که قوت زن گرفتن ندارد، با دست خودش را حرام نکند، بلکه وی روزه گیرد. گفتن پیغمبر زیرا روزه گفتن وی را شهوتش را میشکند، شهوتش را نابود میکند. این است توصیه پیغمبر خدا. رسول اکرم میگوید سبعتون لا ينظر الیهم الخالق ولا یزکیهم و یدخلهم النار. گوش اندازه بی نهایت وعید سخت از جانب پیغمبر خدا خبر دادن برای کی؟ 7 طایفه گفتن پیغمبر. 7 طایفه هستی خداوند در روز قیامت به اینها نظر نمی کند. در روز قیامت اینها را وارد جنت نمی گرداند و اینها را پاک نمی گرداند و اینها را وارد دوزخ می گرداند. این حدیث شمس الدین ذهبی در کتاب کبائرش آورده است در باب لواطه. میگوید این 7 طایفه کیا هستند؟ یکم الفاعل و المفعول به. پیغمبر گفتند فاعل و مفعول، کننده و کرده شدن، یعنی 2 مردی که بچه بازی میکنند، کننده و کرده شده هر دو در آتش دوزخ هستند. شمس الدین ذهبی را خدا رحمت کنند میگوید وقتی که میگد مرد بالای مرد میبراید، روایتی هست عرش پروردگار میگوید در حرکت میدر آمده است، عرش الهی میگوید میجنبیده است و خداوند میگوید چنان غضبناک میشده است از عمل این 2 مردی، حتی میگوید غضبش نزدیک است که آسمان را بر زمین بچسباند. لیکن همون حاملان عرش، ملائکه هایی که در اطراف عرش هستند، اونها میگوید چنان به شتاب سوره اخلاص میخوانند، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فقط صفاتهای خداوند میخواندند، چنان زیاد میخوانند که حتی که میگوید آهسته آهسته غضب خدا خاموش میشده است. وقتی که مرد بالای مرد میبراید، حضرت عیسی میگوید وقتی من به پیش یک قبر گذر کردم، نگاه کردم که یک 2 جوان بی نهایت عذاب دارند. معجزه حضرت عیسی هم همین بود که از حال قبر خبردار بودند و از خداوند هر چی طلب میکردن خداوند برای اونها عیان میکرد. میگوید پرسان کردم این 2 جوان برای چی شما در این عذاب گرفتار شدید؟ میگوید عذابشان این گونه بود، یک تایمین جوان میگوید مثل آتش میشد، حمله به سوی دیگر میکرد، وای میسوخت، عذاب میکشید. باز یک زمان پس همون به جوانی رفیقی که سوختگی بود، وای باز شکل آدم میکشود، وای آتش میشود، باز اینش میسوزاند. وقتی پرسان کردیم گفتن ما هر دو در دنیا با خواهش یکدیگر بچه بازی میکردیم، یعنی وای مرا استفاده میکرد، من وای را استفاده میکردم. امروز عذاب ما تا روز قیامت همین است که وای مرا میسوزاند، من وای را میسوزانم. چه یک عمل زشتی هست. امروز همین عمل زشتی که پیغمبر خدا 1000 و قریب 500 سال پیش یاد کرده است، امروز در بین مردم ما و شما